барқароркунии қалаи Хуҷанд дар ҷойи таърихӣ ин мероси гаронбаҳои бостонии халқи тоҷик сурат мегирад. аҳли илму фарҳангу зиё ин иқдоми эҳёву нигаҳдорӣ ва муаррифии таърихи бостонии миллати тоҷикро муҳим арзёбӣ менамоянд. зеро шаҳри Хуҷанд ки таърихи ташаккул, пайдоиш ташаккул ва инкишофи он алка аз даврҳои қадимтарин тахмин асрҳои 6-5 пеш аз милод оғоз меёбад, бешубҳа дар рушди гӯем фарҳанг, дар рушди иқтисодиёт, дар рушди маънавияти мардуми тоҷик бисёр аҳамияти вижа дорад. лоиҳаи иншоот аз ҷониби гурӯҳи лоиҳакашон дар асоси консепсияи илмии адабиёту аксҳои таърихӣ, харитаи таърихӣ ва дигар санадҳо таҳия шудааст. бино ба натиҷаи корҳои археологӣ, бостоншиносӣ, аҷдодони миллати тоҷик дар ин мавзеъ беш аз 3000 сол пеш умр ба сар мебурданд. фаъолияти шаҳрдорӣ, ҳунармандӣ, тиҷоратӣ, фарҳангии мардум бо далелҳо, санаду мадракҳо собит гардиданд. бо мақсади омӯзиши қабатҳои таърихии қалаи Хуҷанд мо дар се минтақаи се ҷои қалаи Хуҷанд кофтуков гузаронида истодем. якумаш ҷои таххонаи мана ҳамин бинои калони осорхонаи оянда, дуюмаш болои арк, мана ин теппагӣ ки дар он ҷо қасри ҳокими Шим буд, ва сеюмаш наздикии девори мудофиаи қалъа. пеш аз оғози корҳои лоиҳакашӣ бо иқдом ва нақшаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилояти Суғд бо ҷалби мутахассисони Вазорати фарҳанги ҷумҳурӣ, Кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, олимон, таърихшиносон, бостоншиносон, этнографҳо дар ҷои иншоот корҳои тадқиқотӣ, археологӣ, муҳандисӣ, топографӣ дар масоҳати 18 гектар, корҳои геологӣ, муҳандисӣ бо кофтани 14 чоҳи ҷустуҷӯӣ анҷом дода хулосаҳо пешниҳод гардиданд. طبق لایحه حدود از نو برقرارکنی قلعه مساحت 6 گکتار را در بر میگیرد. احیای دیوارهای کهندیز، دیوار جنوبی، بنیاد نمونه‌های خانه‌های محله‌های قدیمی شهر خوجند با هنرمندی از جزءهای اساسی لایحه بوده. قدیمی بودن قلعه خوجند را با نگاه داشتن اساس و عنصرهای تاریخی انعکاس می‌نماید. با مقصد معرفی میراث باستانی و فراهم آوردن شرایط‌ها به تماشابین خصوصا سیاحان داخلی و خارجی در حدود انشاءات آثارخانه، بینای معمولی، چایخانه، حمام، مهمانخانه، نقطه‌های خدمت‌رسانی ساخته می‌شوند و یادگاری تاریخی یکچند عصره در طرح و نمود خاصه نگاه داشته زنده کرده می‌شود. انشاءات با فرمایش اداره ساختمان اساسی مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت بنیاد می‌گردد. و کارهای ساختمانی در مؤسسه بناکاری و بیش از 100 نفر متخصصان، هنرمندان، استادهای خلقی، رسامان، آرایشگران جلب کرده شدند. آثارخانه از 5 تالار نمایشی عبارت می شود و امکانیت فراهم می آید که آثار تاریخی دوره‌های گوناگون و قسم نگاره‌های آثارخانه تاریخی ولایت سوخت جایگیر کرده شوند. در بنیاد تالارهای نمایشی یکچند پیشنهادها کرده شد. از اون جمله پیشنهاد اویدی بنیاد تالار بوستونشناسی، تالار استقلالیت، تالار خوجند در عکس مصوره ها یعنی صنعت تصویری خلق خوجند و تالار محاربه ها. مقصد از بنیاد این تالارها یعنی آماده لایحه اویدی تشکیلی چنین تالارها این انعکاس تاریخی کهنی خلق تاجیک از آن جمله خلق خوجند می باشد که در فاند آثارخانه تاریخی ولایت سوخت بسیار مواد زیاد جمع‌آوری کرده شده است و مقصد داریم که همین اکسپونات‌های در فاند آثارخانه موجود رو در تالارهای نمایشی تازه بنیاد انعکاس نماییم. تخانه بینای آثارخانه ثمرناک استفاده می‌گردد. در تخانه تالار برای برگزاری واخوری‌ها، کنفرانسی‌ها، حجره‌های کاری، حجره‌های خدمتی و تکنیکی، استاخانه‌های تعمیری، استاخانه‌های رسامی، لابراتوار تأسیس می‌یابند. زیرپایی درآمدگاه بینای آثارخانه طرز طرحریزی شده است که آن همچون صحنه استفاده و در دالان همچون آمفی‌تئاتر برای 5000 نفر جای نشست موجود است. مطابق با لایحه احیا و نوسازی دیوارهای قلعه پیشبینی گردیده کارهای از نو برقرارکنی جریان دارند. در سمت شمالی انشاءات دیوارها احیا کرده شده بینای و انشاءات کهندیس با ماهیت اصلی طرح و نمود تاریخی برقرار کرده میشوند. در قسم قلعه خوجند در قسم شمالی شرقی حدود انشاءات محله خوجند قدیمه بنیاد میگردد. از جانب بناکاران شرکت‌های ساختمانی چون خوجندمهر، عالم افروز، پیمکا وحدت و مصلحت و توسعه عالمان و متخصصان با اشتراک استاد و هنرمندان خلقی ساختمان خانه‌های محله‌های خوجند تاریخی انجام داده شده است.
این کار با مسئولیت و توسعه اتنوگراف‌ها عملی می‌شود. از همه جزهای محله قدیمی که 155 محله داشت شهر خوجند از آنها گرفته در اینجا جایگیر کرده نمونه های محله زرگران، حوله زرگران، حوله کلارگران، حوله دارا، حوله عادی و همه آنها را 11 تا. حتی در اینجا ما مهمانخانه و حمام ملی مثل مرچه میگویند همون را بنیاد کنیم. این خانه‌ها نمونه‌ها از خانه‌های محله‌های شهر خوجند میباشند. دیوارهای حولی و خانه‌ها با خشت‌های خام و پخته، لای و چوب ساخته، کندکاری ستون و چوب‌های فرش و سقف خانه‌ها، در و دروازه‌ها، لابیش دیوارها با لای کهدار و دیگر کارها انجام داده شدند. حالا خیشچینی روی حولی‌ها و نقش و نگار سقف خانه‌ها جریان دارند. عمل‌های نقش و نگار را بیش از 30 نفر رسامان ماهر و صاحب تجربه با سروری رئیس بخش اتفاق رسامان تاجیکستان در ولایت سوخت نصیبه اشانووا اجرا می‌نمایند. آثارخانه تحت آسمان صاف در منطقه آسیای میانه ممکن که اولین مراتبه بنیاد گردیده ایستاده باشد. هر یک رسام در اینجا با اسلوب خاص ملی تاجیکانه یعنی نقش و نگار می آفرد. هر یک خانه منصوب نماینده قشرهای گوناگون جامعه تاریخی خوجند بودند، با نام آنها معرفی می‌گردند. این خانه‌ها در برابر طرز حیات روزگارداری، سنت و عنعنه‌های زندگی در شهر را انعکاس می‌نمایند. همزمان توسط آنها اصول صنعت معماری بنیاد خانه‌های استقامتی خلق تاجیک در دوره‌های تاریخی انعکاس می‌یابند. در حدود محله حمام و چایخانه ملی همچون رکن محله‌داری تاریخی ساخته می‌شوند. در یک قسم بینای معمولی با نقطه‌های خدمت‌رسانی، فروش محصولات هنرهای دستی، مهمانخانه بنیاد گردیده و کارهای آرایشی جریان دارند. یادگاری‌های تاریخی سرشمار قدیمی تاجیکان از جانب عالمان سطح جهانی، مرکزهای معتبر علمی دنیا و سازمان‌های بانفوذ اعتراف گردیده از نو برقرارکنی قلعه خوجند باز یک میراث گرانبهای تاریخی است. قلعه خوجند البته تاریخ خیلی قدیمی دارد. در دورهای لحظه‌های تقدیرسازی تاریخ خلق تاجیک این قلعه خیلی موقع مهم رو بازیده است. یعنی این قلعه رمز وطنداری، رمز استقلالیت خواهی مردم تاجیک است. و البته احیای این قلعه امروز برای بالا رفتن احساس خودشناسی مردم، برای احیای ارزش‌های فرهنگی، تاریخی، برای تربیت نسل نورست در روحیه آزادی‌خواهی و استقلالیت‌خواهی که در پرتو هدایت‌های پیشوای معظم ملت خوب صورت می‌گیرد، البته اهمیت خیلی مهم دارد. قلعه خوجند همچون میراث جاودانه از منبع و سرچشمه افتخار و خودآگاهی ملی است. روزعلی رحمان، دلشاد یوسفی، شهر خوجند برای برنامه تاجیکستان.